ای شرح شفاعت تو مشهور، سلام آمیزه ای از کرامت و نور. سلام ای آن که زیارت تو حج فقراست، بر گنبد و بارگاهت از دور. سلام، السلام علیک یا علی ابن موسی. سلام مجدد خدمت همه شما دلداده های حضرت امام الرؤوف. الهی که خوب باشین. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. با افتخار این جمعه شب هم کنار استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو به وجه احسنش داشته باشیم. انشالله عاقبت‌های هممون ختم به خیر باشه و بنده های خوبی برای خدا باشه. الهی آمین. الهی آمین. خدا کنه زائر با مرام و معرفت امام رضا باشیم. الهی خیلی دلمون میخواد هممون مردم آره توی این روزا، توی کلا ماه ذوالقعده از ابتداش که شروع شد تا به امروز و هر لحظه فرقی نمیکنه، مردم ما عاشق زیارت امام رضا جانن. فردام که روز زیارت مخصوصشون هست. دعا بکنیم برای همدیگه. اونا یه وقتایی میشنوم، مثلا من توی حرم برنامه دارم، خدا توفیق میده، بعضی وقتا یهو پیامک میاد میخونم که آقای مجری من 73 سالمه، مثلا دیگه با ویلچر به اصطلاح حرکت میکنم، توان ایستادن ندارم، نمیدونم بچه هام همراهم نیستن، حالا اینی که الان تو ذهنمه، تنهام و تا به حال مشهد نرفتم. دارم دق میکنم از دوری امام رضا. دلم میخواد قبل از مرگم یه بار برم پابوس امام رضا. وقتی همچی پیامکایی میخواد اصلا دیوونه میشم. آره خدا نصیب قسمت همه بکنه انشالله. زیارت یک فلسفه خاصی داره، یک شیرینی خاصی هم داره. خیلی زیارت خاص، اولا دستور دینی ماست. خود این زیارت ها هم از زیارت افراد زنده، چون با همین کلام هم داریم، مثلا در خانه های هم به زیارت همدیگه برید، به دیدار همدیگه برید، خودش موضوعیت داره، مثل صله رحم، مثلا دید و بازدید و اینها، این با همین لفظ زیارت آمده در روایات ما. هم زیارت به معنای خاصش، مثل مرقد شریف امام ها یا اونجا مضجع شریف، حالا یا قتلگاه حضرت ابا عبدالله علیه السلام، جاهای مختلفی که میبینید اینجاها خاص روایت های ویژه داره که رفتنش چه اثرات و برکاتی رو داره و چه استحباب های عجیب و غریبی براش گفتن. حتی ما فتوای به وجوب در مورد امام حسین علیه السلام در گذشته هم داشتیم. وجوب مثل حجی چجوری واجبه، زیارت کربلا رو فتوای به وجوب هم در گذشته داشتیم. در این زمینه زیارت اثر ویژه‌ای میذاره، چه از دور چه از نزدیک ها، چون هم بعد هم قرب توی روایات ما با همین الفاظ اومده. بعید و غریب داریم این مسئله رو اثری روی قلب آدم داره. آدم وقتی میره زیارت، وقتی داره حرف میزنه با امام رضا علیه السلام، دیدید افعال مضارع به کار میبره، یرون مقامی، یسمعون کلامی، یردون سلامی. داره میگه همین الان، بعد مخاطب منی، امام من، تو الان جواب سلام من رو میدی، امام من، تو الان کلام من رو میشنوی. تمام اینها رو داریم اینجوری برخورد میکنیم. این معنیش اینه که ما برای در و دیوار و ذریح و گنبد نمیریم. اینها مثل جلد قرآنن. ما جلد قرآن رو میبوسیم. جلد قرآن رو چرا؟ اون مقواست، ولی مقواییست که معانست پیدا کرده با کلام الله، مقدس می شود، با برکت می شود، احترامدار می شود. اما اصلش اینه که ما میریم اونجا با اماممون حرف میزنیم. لذا نوع آداب زیارت، بعد اثرات زیارت در زندگی ما میاد اون موقعی که اون نگرانی های مرگ حالا داره که من چند جا میام، 3 جا میام. امام رضا علیه السلام داره. این جالبی نشینه که منحصر امام رضا علیه السلام هم نیست، حتی در کامل الزیارات در مورد ابا عبدالله علیه السلام داره. حتی تو لحظه مرگ سفارش میکنه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یوسیک، وصیت کردن یعنی سفارش کردن، سفارشت رو میکنه وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام که این زائر قبر فرزند ماست، از او به آرامی جان بگیرید، از او
رو میگه مثل ام شفیق، مثل مادر مهربون بغلت میکنه میبرتت اسرائیلی که این همه از ترس و اینها صحبت میکنیم، مثل مادر، اگه اشتباه نکنم اشفق داره، یعنی مهربونتر از مادر بغلت میکنه میبره. این زیارت و این اثرات رو داره. اثراتی که داره در عملکردها، نگاه کنید طرف از حج برمیگشت، از کربلا برمیگشت، بهش گفتن حاجی کربلایی فلانی، تو دیگه حج رفتی یا تو دیگه کربلا رفتی یا دیگه نباید یه سری اعمال و رفتار ازت دیده بشه. اثر عملی در زندگی ها داشت و داره انشالله. اونجا بری باید ببینی یه سری افراد میان حاجت میخوان، یه سری هم میان تعهد میکنن من دیگه فلان خطا رو، فلان اخلاق و فلان مسئله رو کنار میذارم. خودش یک کارخانه آدمسازیه، یک استحمام معنویه، خیلی چیزا رو میشوره و از بین میبره. لذا زیارت رو جدی بگیریم. داشتم به این فکر میکردم زیارت که باید جدی گرفت. منتها یه موقع یه کسی زیارت میکنه مثل علامه طباطبایی، کسی میره زیارت امام رضا مثل آیت الله بهجت رضوان الله علیهما که اصلا دیگه احوالاتشون کاملا منقلب میشه و دگرگون وقتی آستانه حرم مطهر میرسن و حالا در احوالاتشون نوشتن، من نمیخوام زیاد توضیح بدم. یه وقتی هم کسی زیارت میکنه مثل من، یعنی مثلا از دور که میرم مثلا جذب این نور مثلا گنبد و بارگاه و گلدسته ها و حالا مثلا اگه شبم باشه اون چراغونیا و بعد هر کس هم از من زنگ میزنه جات خالی الان گنبد اینجوری و اونجوری، یعنی مثلا میگم یه کسی مثل من با این ظرف وجودی ممکنه از این زیارت فقط اون رنگ طلایی خوش رنگ گنبد و گلدسته رو ببینه، یا مثلا کبوتر ببینه، یا مثلا اون پنجره فولاد رو ببینه و بعد حالا امام رضا من اینم میخوام لطفا من بده و بعد برگردم. آیا اینم زیارت واقعا؟ اولا همین مسئله راجع به نمازم هست. بخوای مثلا نماز کیو آقای بهجت رو مثلا با من مقایسه بکنی نماز رو، این مسئله تو تمام عبادات اصطلاحاً میگن مشککه، اندازه داره، کیفیتش متفاوته. ضربت و علی یوم الخندق، یه ضربه امیرالمؤمنین علی علیه السلام افضل از عبادت ثقلین جن و انس، از عبادت همه بالاتره. این چیزاییه که مقایسه کردن های کیفیتی است نه کمیتی. این یک. دو، همون زیارتی هم که میریم، همون در و دیواری هم که آدم میبینه، همین نمازی هم که وضو میگیریم الله اکبر، ممکنه یه وقتایی هم یه حواس پرتیایی چیزایی هم توش باشه، حضور قلب نباشه، بالاخره با غیرش فرق میکنه. بالاخره اگه منو ببرن یه هتلی که خیلی قشنگ باشه و یه سری چراغ داشته باشه، اصلا این حال معنوی رو پیدا نمیکنم. بگو اینجا چراغاش بیشتر از حرمه ها، ساختمونش گنبدش هم مثلا اینجا مثلا 20 متر ارتفاع داره، اونجا 50 متر ارتفاع داره. میگم چرا این حال اونجا نیستش؟ معلومه این حالا هوا فهم کنه، بله که مادیات رو ما اثر میذاره، کما اینکه ما تو حال معنویمون هم باید یه سری چیزای مادی رو رعایت بکنیم. نمازمون میخوایم حال معنوی و حضور قلب داشته باشه. رساله رو باز کنید ببینید توصیه اهل بیت علیهم السلام در قالب احکام چیه. جلوی در باز نماز نخون، جایی که شلوغه نماز نخون، وقتی که نیاز شدید، گرسنگی، خستگی اینا داری نماز نخون. و 3 نقطه، یعنی حالات جسمی ما رو حالات معنویمون تأثیر میذاره. همین نماز ساده تأثیر میذاره. همین این که به ما امر شده که اخذ زینت داشته باشید در مساجد، مسجداتون قشنگ باشه، زیبا باشه، خوشبو باشه، نماز میخوای بخونی لباس تمیز باشه، معطر باشی، شونه کردن ثواب نمازو بیشتر میکنه. یعنی عوامل مادی، همون گنبد و بارگاه زیبا در ایجاد مسئله معنوی برای من تغییر ایجاد میکنه. این مثالایی که زدیم همش تو همین زمین است. بله، خوش به سعادت کسی که تونست لایه لایه اینها رو رد بکنه. حرفش بشه مثل سید ابراهیم مجاب که دوستانی که کربلا مشرف شدن میدونن، از حرم امام حسین علیه السلام که میای، از این در کناری که میای بیرون یه ذریح کوچیکی هست، سید ابراهیم مجاب از نوادگان، از ساداته، اما جوابش رو مستقیم به حالت ظاهری گرفت، علیکم السلام از حضرت گرفت. خوش به سعادت اون کسی که میتواند درجات بالاتری ببره. قرآن کریم هم همینه.
بطون مختلفی داره، دستیابی به بطون مختلف داره. واقعا منی که قرآن میخونم فقط از صوتش یا از متنش شاید معنیش هم نفهمم، نگاه میکنم تا اون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که قرآن بخونه. پس در تمام شؤون عبادی این نفوذ به بطون بالاتر وجود داره. از خدا میخوایم انشالله هر چقدر رفتیم به هر مقداری که بهمون دادن خدا زیادترش کنه. شکر نعمت زیارت رو داشته باشید. هر موقع از حرم میای بیرون، هر موقع الهی شکر که موفق شدم. قاعده قرآنی چیه؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. الحمدلله رب العالمین. الهی که به حق امام رضا جانمون زیارت هامون با معرفت تر باشه، عارفن به حقه باشه برای هممون، که هر چقدر به نظرم این نورانیت بیشتر بشه، معنویت بیشتر بشه، لذتش رو، طعم شیرینش رو توی زندگیمون دو دنیا انشالله تجربه میکنیم. حتما همینطوره. به کمک هدایت های شما و مثل شما. سلامت باشین. خب اجازه بدین یه صلوات هدیه بکنیم به امام رضا جان، بریم و برگردیم بریم سراغ بحث خودمون. بنگر که من از مرز جنون رد کردم، آقا بطلب هوای مشهد کردم. الهی آمین. انشالله که یه زیارت درست درمون خیلی زود نصیب هممون بشه. شما که میفرمودین چون بحثمون هم جمعه شب و درباره امام زمان جان هست و یه روایتی از پیامبر مهربونمون شروع کردید، صفات و ویژگی های در واقع کسانی که منتظر امام زمان هستند و میخوان سربازیشون رو بکنن، اولین صفتی هم که فرمودید لطیف الحرکات بودن بود. من یاد این افتادم که این جمله امام رضا جان و این عبارت و روایت نورانیشون رو بگم خیلی خوب پل میخوره به بحثمون. شنیدم که امام رضا فرمودن که از امام زمان ما یاد میکنن، حضرت خاتم الاوصیاء میفرمایند که پدر و مادرم فدای او باد، او که هم نام جدم و شبیه من است. درست. حظ میبرم، قند تو دلم آب میشه این جملهشون که شبیه من است. امام زمان ما چهرتن شبیه. بعد میگن که بر مردم از پدر و مادر بر خودش بر اونها مهربان تره، چه نیکوست صبر و انتظار فرجش که این خود جزئی از فرج است. یه عبارت خیلی نورانی از امام رضا درباره امام زمان. بقیه‌اش با شما. خیلی هم خوب. مخلصی. حالا که اینو فهمیدید اتفاقا صفت دوممون هم راجع به همین مسئله است. حلو المشاهده. مشاهده. شیرین نگاهش میکنی مؤمن، کیف میکنی از نگاه کردنش. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه کلمات قصار قسمت سوم، خالط الناس مخالطتن ان عشتم حنوا الیکم، با مردم یه جوری اختلاط داشته باشید، یه جوری زندگی کنید، اگر زنده بودید کیف کنن از زندگی با شما، رو بیارن طرف شما، یعنی رو بر نگردونن از زندگی با شما، یه احساس خوشی از برخورد با شما اختلاط کردن. خالطو از همون اختلاط کردن میاد، از این که میبینتت کیف کنه. حلو المشاهده، این خوشروه، این آدمیه که شیرینه باهاش برخورد کردن. ان متم بکوا علیکم، اگه مردید براتون گریه کنن، خدا رحمت کنه فلانی چه آدم خوبی بود. دیدی دور هم میشینیم راجع به یکی صحبت میکنیم، میگه فلانی رو میگی خدا رحمتش کنه اینقدر آدم خوبی بود، میگه حالا صبر کن من برات بگم اتفاقا اینجا همچین کاری بود. نگاه میکنی یه ساعت نشستید صحبت کردید، هر کی داره از نگاه خودش 3 تا خاطره تعریف میکنه که اتفاقا اینجا من بچه‌م بودم، اینجا یه همچین جوری شد. نگاه هر چی هست از این آدم دارن خوبی تعریف میکنن، همین عاقبت اون بنده خدا رو به خیر میکنه. چقدر قشنگه لسان صدق فی الآخرین، یعنی همین دیگه. بهترین حرفی که در آیندگان نسبت به این به قول قرآن کریم هست همین ذکر خیرها اصطلاحا میگه. بعضی هم هستش که انشالله نیستش، انشالله داریم یه موجود فرضی رو میگیم ولی خب نیست اینجوری دیگه. حالا چی بگم واقعا. ولی خب بعضی هم هستش توی خیابون میبینید مثلا سر رو آسمان، خدا آقای اسرائیلی سری نمیزنی به ایشون دیگه، خسته شدیم مثلا، حالا شوخی میکنم ولی یه اتفاقی میفته اگرم بمیره میگن دیگه حرفشو نزن مرده دیگه. فهمین لازمه این حرف یعنی چی؟ یعنی هر کی هر چی تو ذهنش میاد تلخیه. بعضی از به قول شما نداریم، تو داستانا خوندیم مثلا که یه خانومی دعا میکنه که من کی از شر این آدم خلاص، خدا مرگ یا منو برسون، یعنی که از دستش خلاص شد. بد اخلاقی خونه مخصوصا خیلی بد، خیلی بد. یعنی جانباز جنگ سعد معاص کنار پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فوق العاده است. از جنگ که برمیاد شهید نمیشه تو جبهه، برمیاد پشت جبهه شهید میشه سعد معاص.
پیامبر هم خودشون تکوین همه کارا رو خود پیغمبر دعاش میکنه. پیغمبر میاد بالا سرش مادرش که مثلا بخن بک مثلا خوش به سعادت چه اتفاقی افتاد، حضرت میاد به قول ما میگه زود قضاوت نکنین، همین الان فشار قبر گرفتش، عذاب گرفتش. توی روایت داره سوء خلقی من سوء خلق یا سوء من الخلق، یه مقدار سوء بد اخلاق بود با زن و بچهش، کنار پیغمبر باشی به جنگی فشار قبر هم پیامبرم برای دعا بکنه، علت شهادتت هم همون باشه، پیغمبرم نماز بخونه. خیلی مسئله سوء خلق رو یه روایت از امام زین العابدین علیه السلام بخونم. اللهم انی اعوذ بک، دعای 8 صحیفه سجادیه، خدایا پناه میبرم به تو، اللهم انی اعوذ بک من سوء الولایت لمن تحت ایدینا، از سوء بدی، ولایت سرپرستی، سوء الولایت بد سرپرست بودن، لمن تحت ایدینا برای اونایی که زیر دست من، هم حتما که آدم نباید حاکم و شاه و فلان باشه. بله. بابای یه خانواده‌ای آره چجوری با بچه‌هات برخورد کردی؟ همین مسئله دیگه، بخوای که کسی رو که تو جبهه کنار پیغمبر زخمی شده اومده علت شهادتش هم همون زخما بوده، ببین چه اتفاقی میفته. مواظب حق الناسا، اصلا اعوذ بک همین پناه بر خداییه که شما خیلی حواسمون باشه. فکر میکنیم اینا که چیزی نیستن. یه جمله‌ای رو یادگاری عزیزان از بنده داشته باشید، زن و بچه های ما قبل از اینکه زن و بچه ما باشن بنده خدان، قبل از اینکه بخواد زیر دست من باشه بنده خدا. خدا نسبت به عیالش، اصطلاحاً عیال الله توی روایات هم داریم، خدا نسبت به بنده هاش غیرت داره. اگه ظلم کردی، اگه دل سوزوندی، فردا باید دلت بسوزه. مدها دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. خیلی حواسمون جمع شه، اینا از تو عالم پاک نمیشه خطاهای ما. یاد فرمایش پیامبر افتادم، میگن نیمی از دین خوشخلقی است. یا یه جای دیگه حتی شنیدم تمام دین فرمودن خوشخلقی است. این داره حتی زانو به زانوی من میشینه تو بهشت، خوش اخلاق. آره خوش اخلاق ترین شما به من نزدیکتره روز قیامت. وسعت رزق میاره، از اون ور بد اخلاقی تنگی رزق و مشکل رزق میاره. به نظر من اون کسی که خوش اخلاقه و بد اخلاقه در درجه اول خودش سود اصلی مال خودشه. احسن. یه مثال ضرر اصلی مال خودشه، سود اصلی مال خودشه. یه مثال خطایی میزنن تو اینجا، میگن آقا خوش اخلاق مثل یه باغ پرگلی است، یه صاحب باغ که هر کی از کنارش رد میشه لذت میبره. این مثال یه غلط داره. اینه که خودی که کسی که صاحب باغ و تو باغه که از همه بیشتر لذت میبره. خودش لذت میبره. خودش با گلاست، دیگران از رایحه اون گل دارن استفاده میکنن. اصل لذت مال اونه. این ملکیت گل مال اونه. اصلا هم رایحه‌اش، هم دیدنش، هم ملکیتش تا کسی که رایحه داره. اصل لذت تایید فرمایش رو شماست. بله که اینطوره. پس مؤمن دیدار شیرین حلوف المشاهده، یطلب من الامور اعلاها، یطلب من از هر چیزی بهترینش رو انتخاب میکنه. اگه نماز میخواد بخونه، اگه امورش امور دنیاییش، امور دینیش، هر کدومه، یک کمال طلبی تو مؤمن هست، ولش کن نیست. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه یه دفعه داره که داشتن قبر میکندن حضرت، یه طرف اومد گفت چرا انقدر صاف و مثلا منظم و مرتب میکنی؟ مثلا داشت یه اشکال میکرد، حالا به قولش 10 دقیقه دیگه میخوام یکی اینجا خاک بکنیم بعدشم، که حضرت فرمودن رحم الله، کسی رو خدا رحمت خدا بر کسی که کاری رو انجام میده اون کار رو درست انجام بده. نوعا نگاه کنی. پس از صفات مؤمن اینه، کارش درس میخواد بده خوب درس میده، متنم میخواد بنویسه قشنگ مینویسه، حرفم میخواد بزنه توش بیادبی نداره، کارش اعلاهاست، کارش به بهترین نحو اون یا یه کاری رو نمیکنه یا وقتی میکنه انجام میده به بهترین وجهش انجام میده، نقص تو کارش نیست. دیدی بعضی‌ها میگه ببین به فلانی کار نگو، همون کار نکنه عزیزتره. حالا خودمونیش دیگه، میخواد یه ظرف بشوره، دوباره باید ظرفا رو بریزی پایین، دوباره بشوری، یه لک اینجا داره، یه دونه میشکنه، یه دونه کثیف، دقت تو کارش نداره. مؤمن از صفاتش اینه که اعلاهاست، بهترینشه، تو هر حالی بهترین حالت. البته این منوط به دانستنم هست. بله همینطوری که بدانم چی کار بکنم. بخوام مثلا حالا ظرف شستنم بسازم، حالا بخوام از یه ماده خیلی مثل وایتیکس نمیدونم چیه خیلی تمیز کننده استفاده بکنم، یه چی ماده شوینده خیلی تمیز کننده استفاده بکنم که بزنه ظرفرم خراب بکنه. نه خب بلد بودن فن اون امر رو باید بلد باشه آدم. اما فرع بر بلد بودن همتش عالی است. نشانه که میگیره، خدا رحمت کنه،
شهید تهرانی مقدم رضوان الله تعالی علیه یه جمله‌ای من ازش شنیدم که توی این بحث موشکی ما میگفتش که اگه اینو دنیا ساخته این چیزای موشکی رو که ما میسازیم اون که هیچ، ولی اگه دنیا نتونسته بسازه ما میسازیم به دنیا بگیم میشه ساخت. ببین بلند همتی رو، افق فکری و ذهنی رو ببین، بعد خروجیش میشه اینجور تسلیحاتی که تولید میشه. خروجی اون ذهن مؤمن کارش اینجوریه، یعنی میگه اگه سرباز امام زمانم بخوام بشم باید همه چی تموم باشم، کارو درست محکم و تمام و کمال، با تمام و کمال انجام بدم. از خدا هم میخوایم انشالله تربیتمون اینجوری باشه انشالله. یطلب من الامور اعلاها، امور اعلا بالاترینش، و من الاخلاق اسناها، از اخلاقیات پر اجرترینشون رو انتخاب میکنه، بهترینشون رو. افضل الاعمال احمزها، یه چیزهایی سخت، بهترین اعمال سختترین اون اعماله. بعضی از ما میگیم فلانی خوش اخلاقه، چند بار تا حالا دیدیمش؟ 10 بار با هم دیگه سر سفره بودیم تو بگو بخند دیدیم. تا حالا دیدی توی مشکلات هم وضعیتش چجوریه؟ یهو عصبانی میشه، گرم شده هوا، مشکلم هست، برقا هم رفته، کولر هم نیستش، نشستیم یهو میبینی این چقدر اخلاقش فرق کرد، چقدر نقص ایجاد شد. بله تربیت میکنن بعضیا که اخلاقشون بهترین نوع اخلاق، پر اجرترین نوع اخلاق. کظم غیظ مال موقعیه که اتفاقا موقعیت غیظ باشد و این دغمه خشم را فرو ببرد. این اشکالاتی که بعضا من تو ازدواجا میگه آقا من 3 سال با فلانی مثلا آشنا بودیم فلان، ولی ازدواج کردیم الان 7-8 ماه گذشته اصلا این آدم عوض شده، من نمیدونم چرا اینطوری شده، این اینطوری نبود. الان موقع مدارا و صبر رو نمیدونم. تو الان زیر سقف اومدی، مسئولیت پذیری میبینی نداره. 3 سال با هم دیگه یا رفتید فلانجا اینجوری رفتید و همدیگه رو دیدید تو خیابون، دیدید و گفتید و خندیدید. ماه عسل و نمیدونم اینا که موقعیت شناخت نیستش که بگو من 3 ساله دارم دستمو 3 ساعت دارم نگاه میکنم یه میکروبم روش ندیدم. خب 30 ثانیه بذار زیر میکروسکوپ ببین چقدر میکروب روشه. از ابزار درست شناخت استفاده کردن. ولی تو موقعیت سختی آدم قرار میگیره، تو اون موقع است میفهمه صبور بودن طرف یعنی چی. به معنی این طرف من با شما قشنگ حرف میزنم ولی نگاه میکنی طرف میخوره زمین، زانوشو میگیره شروع میکنه فحش دادن، حرف زشت زدن. این یعنی ذات و جبلش روان این مسئله. یکی هم میخوره رو زمین یا فاطمه زهرا زانوش هم شروع میکنه مالیدن. یعنی این جبل درونی تو این لحظه تربیت شده است. مؤمن اخلاقش تربیت شده است، بهترین بچه اخلاقی رو. اینا رو هم بدونیم. یکی از عوامل مهمش اگر فرصت داشته باشیم عرض بکنم مسئله مصاحبته. ببین با کی نشست و برخاست داری. یه پدر زرنگ، یه مادر باهوش، پدر میاد خونه میبینه بچهش یه حرف بدی میزنه، اول سوالی که میکنه خانم کجا بودید امروز؟ با کی کسی اومده خونمون؟ جایی رفتین؟ میدونید فوری تو ذهن ما مصاحبت به عنوان عامل اصلی داره میگه. بچه خودجوش اینطوری نیست، فطرتاً مهربانیش، گویشش، این از یه جا این مسئله خطا رو یاد گرفته. من یه دوستی دارم این بنده خدا توی حالا زندان ها جای مختلف و اینها هستش، میگم من یه مصاحبه هایی هم دارم با خود زندانیا در حیث جرم شناسی یا فراوانی کدوم جرم به چه علتی بوده. یه لحظه گفتم آقا دوست خلافکارم دارم همش تو زندان نه اتفاقا پیش نمازم هستش بیرون هر شبت که گفتش که نوشتن و میگم من می نوشتم، میگم بعد از سلام و احوال پرسی میگفتم چی شد به این مسئله مبتلا شدید، حالا هر بزه اجتماعی باشه. میگفت نوعا شروع میکنن با این باید درصد بالایی. میگفت شروع میکنه میگه حاج آقا با یکی دوست شدیم، با یکی رفیق شدیم، بعد حالا اعتیاد است، سرقت هست، کلاهبرداری هر چی است، با این جمله شروع میشه. یعنی مصاحبت یه سهم بسیار مهمی در اخلاق و رفتار آدم داره. خیلی دقت بکنید در انتخاب رفیق خودمون 1-2 رفیق خوبی برای رفیقمون باشیم. من احبک نهاک، اگه رفیقتو دوست داری نهیش کن، نذار تو اخلاق بد بیفته. اون موقعی که حرف زشت زد به حرف زشتش نخند. اون موقع ناراحت میشه، اگه رفیقشی باشه ناراحت، مگه بچت باشه میگی به هوا اینکه ناراحت نشه بخندم؟ خب این آبرو خودش رو میبره، فردا آموزش بهش میدی. اگه دوستش داری بهش بگو، تذکر بده. مدل تذکر دادنش وقت مخفیانه است. مؤمن
عمل کردش بهترین عمل کرده، از امور بهترینش رو انتخاب میکنه و از اخلاق هم پر اجرترین اون اخلاق ها رو داره. انشاءالله متصف باشیم به این صفات به برکت نام زیبای رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. انشاءالله الهی آمین. انشاءالله به برکت نام زیبای حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. انشاءالله خلق و خوی هممون بوی گل محمدی بگیره. انشاءالله. اللهم صل علی محمد. هر چه بیشتر. خیلی حظ بردیم، استفاده کردیم مثل همیشه. اجر شما با حضرت حجت. لطف دارید. اوامری نداریم؟ ارزی نیست. انشاءالله خیر از زندگیاتون محبت دارید. خیلی ممنون. یا علی مدد. خیلی ممنونم که تا این لحظات پایانی برنامه خودتون رو تماشا کردین.